سلام، خیلی با آموزش پایتون خوش اومدین. من علی هستم و اینجا پایتون ورسه. توی قسمت دوم میخوایم بریم کار رو به صورت عملی شروع بکنیم، ولی قبل از اینکه بخوایم وارد بحث کد نویسی بشیم باید محیط توسعه‌مون رو اوکی بکنیم. محیط توسعه چیه؟ فرض کنید به جایی که قرار ما تو اون کد نویسی کنیم میگم محیط توسعه. حالا قدم به قدم باید مراحل با من پیش بریم. اولی قدم اینه که توی گوگل بنویسید پایتون یا به صورت مستقیم به وبسایت python.org برید که این وبسایت براتون بیادش بالا. اینجا توی تب دانلود داریم میبینیم که پایتون ورژن 3.13.1 در واقع ریلیز شده و میتونیم این رو دانلودش بکنیم. دانلود رو میزنیم، تقریبا 27 مگابایته که حدوداً برای من با این اینترنتی که دارم 3 دقیقه داره طول میکشه که خیلی زیاده. متاسفانه سرعت اینترنت خیلی بده. تا این دانلود میشه من این چند تا نکته رو بگم. توی ویدیو قبلی رفتیم بررسی کردیم که از نظر هوش مصنوعی چرا باید پایتون رو یاد بگیریم. اگه ویدیو قبل رو ندیدین حتما برید ویدیو قبل رو ببینید، پلاکش رو این بالا میذارم. و اینکه بدونید که بچه‌ها این چنل به صورت اختصاصی فقط قراره راجع به پایتون محتوا داشته باشه، از آموزش پایتون گرفته تا آموزش کتابخونه ها، آموزش پکیج ها، برنامه نویسی پروژه های مختلف. پس اگه میخوای توی پایتون عمیق بشی حتما چنل رو سابسکرایب کن و با لایک کردنت از من حمایت کردی. دمت گرم. بریم سراغ نصبش. خب اینجا ران رو میزنیم و اینجا روی گزینه کاستومایز اینستالیشن باید کلیک کنیم. منتها قبلش یک موردی اینجا هست نوشته add python to path که خیلی مهمه. این گزینه باعث میشه که بتونید از طریق ترمینال ویندوز یا همون CMD به پایتونتون دسترسی داشته باشید. حتما این تیک رو بزنید و روی گزینه کاستومایز اینستالیشن بزنید. تمام موارد این بالا رو در واقع کلیک میکنید، میریم بعدی و این گزینه اینستال پایتون فور آل یوزرز رو میزنیم در صورتی که نیاز داشته باشیم. اگر از یک کامپیوتر خونگی استفاده میکنید که اون کامپیوتر تمام اعضای خانواده ازش استفاده میکنن و هر کدوم یوزر خاص خودشون رو دارن، این گزینه رو بزنید و همینطور بقیه موارد رو هم انتخاب میکنیم که به صورت کامل پایتونمون نصب بشه. ممکنه اینجا چند دقیقه زمان ببره، پس صبور باشین تا اینستالش انجام بشه. خب همونطور که میبینیم پایتون هم نصب شد و اینجا ما اگه بریم توی قسمت مثلا استارت ویندوزمون میبینید 3 تا برنامه مختلف اینجا واسه من اضافه شدن. یکی پایتون ورژن 3.13 هستش که بازش میکنیم، یه کنسوله. خب که من بهتون بعداً توی جلسه بعدی میگم کنسول چیه، همون CMD یا ترمینال خودمون هستش. دیگه چی داره اینجا؟ IDLE هستش که یک محیطی برای توسعه نرم افزار هستش که خب خیلی ساده است، میتونید از این استفاده بکنید ولی من پیشنهاد نمی کنم. در ادامه ویدیو یه دونه تکست ادیتور خیلی حرفه‌ای قرار نصب کنیم، توی اون قرار کدامون رو بنویسیم. و اما نوبتی هم باشه، نوبت محیط توسعه است. خانم ها و آقایان معرفی میکنم ویژوال استودیو کد، تکست ادیتور به شدت حرفه‌ای، قابل ارتقا و سبک برای تمام سیستما مناسبه و برای یادگیری و شروع هم عالیه. حتی شما میتونید از این برای پروژه های واقعی استفاده بکنید. یه چیز فوق العاده حرفه‌ایه، حجمش هم کمه. من اینجا دانلود فور ویندوز رو میزنم و اینجا باید منتظر باشیم که دانلودمون شروع بشه که انجام شد. کلا 100 مگابایته، حجمش کمه، برای سیستم‌های ضعیف مناسبه، حرفه‌ای، قابل ارتقاء و بهترین محیطی میتونه باشه که میخوایم پایتون رو توش یاد بگیریم. بعد از اینکه دانلودش تموم شد اینجا ران رو انتخاب میکنیم و صفحه نصب نرم افزارمون میادش که خیلی راحت اینو گزینه اول انتخاب میکنیم. اینو میذارن که توی دسکتاپ هم یکی ازش بسازه. بقیه موارد هم شما چک بکنید که تیکش خورده باشه. اینجا add to path هم هستش که باید حتما بزنیدش و اینجا خیلی راحت و سریع
براتون نصب میشه. و خب حالا بریم که بازش کنیم ببینیم که چجوریه این در واقع ویژوال استودیوی ما. خب من اینو ببندم، این مواردم اینجا ببندم. خب این صفحه که داره میگه مثلا ورژن جدید چه اتفاقایی افتاده، یه سری توضیحات راجع به نرم افزار بهتون میده، هوش مصنوعی کاپایلت بهش اضافه شده. حالا همه اینا رو به صورت ریز به ریز میخوایم بریم ها. من فقط یه توضیح خیلی کوچیکی راجع به قسمت‌های مختلف این نرم افزار بهتون میدم که آشنایی لازم رو باهاش داشته باشین. به عنوان مثال ببینید مواردی که اینجا هستن سمت چپ، این اکسپلورر ما هستش. اکسپلورر چیه؟ شما فرض بکنید که ما میایم یک فولدری میسازیم به اسم پراجکت. خب این فولدر پراجکت قراره تمام فایل های پروژه ما داخلش باشه. من اینو میگیرم میندازم روی VS کدم و VS کدم برام باز میشه. این گزینه رو انتخاب میکنم و حالا ببینید توی قسمت اکسپلورر ما توی فولدری هستیم به اسم پراجکت. خب اینجا میتونیم فایل اضافه کنیم، فولدر اضافه کنیم و صفحه رو رفرش بکنیم. مثلا من میام اینجا گزینه فایل رو انتخاب میکنم، مینویسم python verse.py. .py پسوند تمام فایل های پایتونیه. یعنی اگه ما بخوایم کدمون رو توی یک فایلی بنویسیم اون فایل پسوندش .py هستش. من این رو اینتر میزنم. خب همونطور که میبینید الان یه صفحه اینجا باز شد که آماده تایپ کردنه. ولی حالا بخوام برم توی این فولدره که اینجاست، میبینید توی فولدر پراجکت ما یک فایلی داریم تحت عنوان pythonverse.py. خب حالا خود این اکستنشن اومده داره میگه اگه میخوای از پایتون استفاده کنی بهتره که زبون پایتون رو روش نصب کنی. حالا من از اینجا انتخاب نمی کنم که نصب کنه. من از روشی میرم که ممکنه این پیام به شما نشون داده نشه. میایم به این قسمت نوشته اکستنشن. اکستنشن مو شنیدین؟ این هم دقیقاً عین همونه، یک اضافه شونده است. خب مثلا شما بخوای PHP بنویسی توی اینجا PHP رو میزنی نصب میکنی، نمیدونم دیباگ بخوای بکنی این کارو میکنی. ولی اینجا یک گزینه‌ای هست به اسم پایتون که شما میتونید پایتون رو، نه زبانش رو، خود زبانش رو اینجا نصب نمی‌کنید، زبانش رو یک کم پیش با هم دیگه نصب کردیم. به این VS کد میفهمونیم که پایتون چجوریه سینتکسش. حالا من اینجا توی ریکامندد دیدمش، شما میتونید اینجا پایتون رو جستجو بکنید و در نهایت روی این گزینه بیاین و گزینه اینستال رو انتخاب بکنید. حالا در خصوص پایتون موارد دیگه هم هست که میشه نصب کرد. پایتون دیباگر، پایتون اکستنشن پک، پایتون ایندنت و هر کدوم اینا میتونه برای انجام یک کاری مناسب باشه. ما در حال حاضر فعلا فقط پایتون خالی رو میخوایم که این VS کد پایتون رو بشناسه و تا زمانی که این اینستالش انجام بشه بریم قسمت های دیگه برنامه رو بهتون نشون بدم. پس این شد اکستنشن، جایی که ما میتونیم اضافه شونده، یک ادان، یک پلاگین، نرم افزارهای مختلف رو روی اینجا نصب بکنیم. و این هم شد اکسپلورر. هر چیزی که من اینجا توی این فولدر داشته باشم قراره که اینجا به من نمایش داده بشه. و اما مورد بعدی گزینه سرچ داره. از اینجا میتونیم توی کدمون سرچ بکنیم و یک چیزی که میخوایم و دنبالش میگردیم رو پیدا کنیم. سرچ و ریپلیس بعدن از این مورد استفاده و این هم سورس کنترل هست. در واقع اینجا گیت هستش بچه‌ها. وقتی که برنامه نویسا یک تیم میشن و میخوان که روی یک پروژه با همدیگه کار بکنن، به این صورت هستش که یک گیت میسازن و داخل اون گیت در واقع میشینن کداشون رو مینویسن، با هم ارتباط دارن. از اونجا میتونن ببینن که این بخش از کد کی نوشته، کی نوشته
به چه صورت نوشته و موارد این چینی. بلد بودن گیت یکی از مواردیه که خیلی لازمه که اگه میخوایم برین توی یک شرکتی استخدام بشین بلد باشین. بعد از این آموزش قطعا سراغ آموزش گیت هم برید، داخل چنل جستجو بکنید میبینینش. و این قسمت هم قسمت دیباگ هستش. گاهی اوقات هست شما نرم افزارتون رو به یه حدی رسوندین که دیگه داره تکمیل میشه و میخواین یک سری بخشاشو عیبیابی کنید. به این عیبیابی کردن میگن دیباگ کردن، که این هم راه و روش خاص خودشو داره که بدونید چجوری باید دیباگتون رو انجام بدید. جزو دروس آموزشی پایتونمون هستش توی همین دوره. پس صبوری کنید تا به اون لحظه برسیم، آموزش ها رو خیلی کامل ببینیم. قراره توی این چنل تمام ویدیوهایی که گذاشته میشه راجع به پایتون باشه. پایتون رو کامل یاد بگیریم، پروژه های مختلف با پایتون انجام بدیم، پکیج های مختلف رو یاد بگیریم، کتابخونه های مختلف رو یاد بگیریم. پس در نظر داشته باشین اگه میخواین توی پایتون عمیق بشین حتما پایتون ورس رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو برای حمایت ازش لایک بکنید. اگر جایی هم براتون داخل ویدیوها سوالی پیش میاد حتما توی بخش کامنت ها بنویسین. دمتون گرم که تا اینجا بودین. من علی هستم و اینجا پایتون ورسه.